کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان خبر داد که در سال 2016 چند آسایشگاه با شمول استراحتگاه‌های شاهنبری و زمرد خصوصی گردانیده شدند. انور نجمی‌الدین زاده، معاون رئیس این نهاد، 30 میانور در نشست خبری گفت کارخانه بزرگ صنعتی تولید سمنت شهر دوشنبه موسوم به تاجیک سمنت نیز باید خصوصی گردانیده شود. و افزود: ما بنابر سبب بحران اقتصادی برنامه خصوصی گردانی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2014-2016 رو پوره اجرا کرده نتوانستیم و حکومت جمهوری تاجیکستان این برنامه رو برای سال 2017 تمدید نمود و در آنجا همه کارخانه‌هایی که در این برنامه با ما لازم است که در سال 2017 همه آنها رو به فروش براریم. از جمله در آنجا کارخانه‌های کلان نامبر کردن ممکن است جمعیت سهامی شده خواجه آبیگرم رو، جمعیت سهامی شده تاجیک سمنت رو نامبر کردن ممکن است. ضمناً کارخانه گلستان که تا سال 2014 و میلیاردر اوکراینی دیمیتری فرتاش و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود با قیمت 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته شده است. کارخانه گلستان قبلا به استحصال شیم و لباسهای جینس مشغول بود و محصولاتش را به کشورهای اروپا صادر می‌کرد. چند طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان به شرکت‌های تجارتی و کارخانه غیر دولتی در سال 2016 حدود 7 میلیارد سومانی قرض‌های اختصاص داده شدند. در همین حال به گفته نگینه انوری، معاون دیگر رهبر این کمیته، در 9 ماه سال گذشته به اقتصاد تاجیکستان 695 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد شده است که این رقم در مقایسه با همین دوره در یک سال پیش 15.8% بیشتر بوده است. با گفته این منبع، حجم بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد ولایت ختلان 43.4%، ولایت سوق به مبلغ 110 میلیون دلار یا 31.19% و شهر دوشنبه 60.7 میلیون دلار یا 17.3% مطابق است.